هرچه که به راهپیمایی و گردهمایی بزرگ شهر مونیخ به مناسبت حضور اعلیحضرت رضاشاه دوم نزدیک و نزدیکتر میشیم، از بعضی چهره‌های شناخته شده گفتار و رفتار مشکوک بیشتر و بیشتری می‌بینیم. عده‌ای تحت عنوان اتحاد سعی دارن اکثریت پادشاهی خواه و ملیگرا و میهن پرست رو مایوس کنند، به این ترتیب که عنوان میکنن شعارهای پادشاهی خواهانه ندید، جاوید شاه نگید، پرچم شیر و خورشید تاجدار با خودتون نیارید، فرتورهای اعلیحضرت رو نیارید. این افراد و گروه ها و در رأس آنها دو گروه مشروطه‌چی صادراتی، تکرار میکنم مشروطه‌چی صادراتی، که تحت عنوان مشروطه و با سوء استفاده از واژه مشروطه قصد منفعل و نمایشی کردن نهاد پادشاهی و شخص پادشاه، حتی تعویض خاندان پادشاهی و یا حتی طبق گفته های شرم‌آور خودشون ایجاد جمهوری مشروطه دارند، بزرگترین دشمنان در نقاب دوست کنونی ما هستند. اینها مزدوران و وابستگان خود رژیم جمهوری اسلامی هستند و از واژه مشروطه برای انحراف از آن استفاده می کنند. الان که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران حول محور ملیگرایی، میهن پرستی و پادشاهی خواهی خاندان ایرانساز پهلوی به دور هم گرد آمدن، اینها میان به بهانه ناراضی نکردن و آزرده خاطر نکردن 1-2% که احیانا خواسته های دیگه ای دارند 90 خورده درصد پادشاهی خواهان رو دلسرد میکنن. فرد یا گروهی که الان به مردم ما میگه چه کار بکنید و چه کار نکنید، من میکنه حمل پرچم و فرتورهای اعلیحضرت رو و من میکنه دادن شعارهایی رو که مردم با دل و جان میخوان بدن، میخواد برای ایران ما دموکراسی و آزادی بیاره. با این مانورها دلسرد نشید. افرادی که این حرفها رو میزنن بشناسید و ازشون دوری کنید. مشروطه و مشروطه خواهی ارزشمنده فقط و فقط زمانی که در راستای منافع ملی میهنی ایران، در خدمت مردم ایران، در خدمت کشور ما و مکمل و در خدمت پادشاهی ما باشه، نه اینکه بخواد سدی بر سر راه منافع ملی میهنی و یا پادشاهی بندازه و اسباب قدرت پرستی و سودجویی و منفعت طلبی و سهم خواهی بعضی ها بشه. در تمامی تظاهرات پرچم شیر و خورشید تاجدار، فرتور اعلیحضرت رضاشاه دوم و خاندان پهلوی و شعار جاوید شاه و سایر شعارهای میهن پرستانه و پادشاهی خواهانه را هرگز فراموش نکنید. پاینده ایران و جاوید شاه.